اللهم یا ارحم الراحمین، ای پروردگار آسمان ها و زمین. دلهای شکسته ما را جست و پناهی نیست و اشکهای یتیمان، آه مادران داغدار، ناله مظلومان و فریاد گرسنگان همه را به درگاه تو می آوریم. پروردگارا، مسلمانان مظلوم را در هر کجای زمین یاری فرما. خونهای به ناحق ریخته را مرهم باش. اسیران را آزاد کن، بیماران را شفا ده، قرضداران را قرضشان ادا فرما و جوانان ما را به نور ایمان و غیرت زنده کن. خدایا، اگر اشک می ریزیم از دوری توست، اگر می نالیم از سنگینی گناه ماست. پس ما را ببخش پیش از آن که مرگ فرا رسد. توبه ما را بپذیر پیش از آن که فرصت از دست رود. پروردگارا، قلب ما را خانه قرآن قرار ده. زبان ما را به ذکر خود زنده بدار و جان ما را با محبت خود آرام ساز.